من رحیم به شما معلوم است به هموطنان شریف ولایت بغلان خصوصا سی ولسوالی اندراب باز تهدیدات وجود داشت. شما دیدین که یک نفر به نام مجاهد که به این دره صعب العبور تقریبا بیشتر از چندین سال میشه که و یک گروه به نام حزب الله افغانستان که خود رهبر حزب الله افغانستان به این تلقی میکرد و میخواست که اینجا دیگر هم استگذاری کنه و با گروه‌های مخالفین و با حتی با کشورهای بعضی شبکه‌های استخباراتی هم یه آدم ارتباط داره به خاطر از اینکه اسناد و بعضی چیزهایی که از منزل از ما به دست آوردیم این گواهی میده که با شبکه‌های استخباراتی ایران و دیگر ممالک دست داره و خود رهبر حزب الله افغانستان این تراشیده بود و دیدیم که بیرق سرخ در قرارگاه از که بلند بود او ما به دست آوردیم. قرارگاه از این ما گرفتیم تقریبا بیشتر از 8-9 ساعت با نیروهای امنیتی درگیری داشت و تمام تقریبا 60 نفر از قاتلین او باشات قطاع طریقین یا دور خود جمع کرده بودن و میخواستن که یا مثل سالهای قبلی که اینجا قطعات رفته بودن و پس آمدن یا فکر میکرد که این بار هم امکان داره که ما کامیاب شیم. اما شما دیدین در عملیات مشترک تصاویر ما به شما دادیم این دشمن جبون جنگی یا فرار کردن و 60 نفر یا چند نفری که داشتن مکمل متواری شدن. حتی به تا کوههای پریان پنشیر هم ما رو تعقیب کردیم. یاد و قرجات مردم ها رو سپر کرده بودن، سیاسرها اطفال از مابین منازل یا برای نیروهای امنیتی جنگ شروع کردن. به خاطر از اینکه اونجا تلفات نبینه، تلفات ملکی ما از انداخت بالای منازل خودداری کردیم، اما نیروهای امنیتی این ساحه را مکمل تصفیه کردن. امکان داره به وا هم تلفات وارد شد. ما به یا میگیم که ما تا آخرین نقطه مثل نمی هم یار ما تحقیق کردیم. خانه از یار ما جی پی اس کردیم، قرارگاهش مکمل جی پی اس کردیم، کوردیناتش روز ما گرفتیم. در آینده ما عملیات‌های هوایی را هم بالای زیاد خواهد کردیم اگر یا مردم اسیر بگیرن و این گروپاش از مسلح راکت پیکاب یک تمام وسایل یا داشتند و به اینجا فرمانده کل حزب الله افغانستان این نشته است که فرمانده حزب الله افغانستان مجاهد اندرابی این میخواست که در 3 ولسوالی دیگه اندرابا هم امنیت تهدید کنه و تمام قاتلین و سارقین در دور خود جمع کنه با یک مقدار امکاناتی که داشت که توپای بیم یک کشت 82 را که دیلا شکایت داشتن. فکر کردن که ما میخوایم که میتونیم که ایره چی کنیم، این مردم ها رو دور خود جمع کنیم. اما قرارگاه از یار ما گرفتیم با مقاومت که کردن. میبینیم که به نام حزب الله یک جبهه را میساختن که یا شکل گیری بود. جبههش تار مار شد از طرف نیروی امنیتی و تلفات هم به دیده. ما اطلاعاتی که به دست داریم تلفات سنگین دیده و باز نفراش زخمی شده که دیگه شبانه
Bakın o zaman. Valla çok kısmı bir çarpar mı? Nereden güzel zor. Evet. Beni bakalım. Maydani mene dermanda kısım yol yap. Bene. Ateşe kadar yok tek dakikalar. Kumadan doğru.